بابا یکی میگم یه لیوان آب بیار. بابا قطع کن تو هم دیگه. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیزم. کوچیک همتون آمده تبریزی، رسول، مرتضی، حمید، مهدی، محمد کنار شما دوستان. قراره یک کلیپ خفن بزنیم. امین غلامی قرار بیاد خونه ما، یعنی ویلا دعوتش کردیم، قرار بترسونه بشه با سورئال‌ترین اتفاق، یعنی جن. جمعای لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. این ویدیو رو تا آخر نگاه کنیم. امیدوارم که لذت کافی رو ببرید. امینم خیلی ترسوه، خیلی ترسو. ترسو که نیست ولی هر کسی توی خدا به خیر کنه. آره واقعا. به ترسه من یه چیزیش بشه خدایی. واقعا. بریم کلیپو ببینیم. از قشنگی به ویدیو برگردیم. فرستش می‌کنیم به سمت فرست. یو پتو بسن یو فرلا. روبرو خونه‌مون بود لبنیاتیه. از مغازه میومدم یه مشمع میگرفتم، یه مشمع دوغ میگرفتم و یه مشمع دوغو با ناهار خودم تنهایی می‌خوردم. بعد شب دوباره مغازه برگشتم این من تو روز دوغ بخورم مثلا من بوق می‌زدم جلو مغازش، دوغو مشمع کرده و میدونست 2 کیلو رو خودم نمی‌خوردم ولی یه پارچ قشنگ کامل با غذا آره می‌خوردم. من دوست دارم. الان ندیگه، الان اینقدر دیگه گفتن زهر داره. نه آن چیز به قدر یک گلابی است، هم سرخ و سفید و سبز و آبی است. مه نیست ولی چو ماه روشن، بی جان بود ستاندار جان، محفوظ همیشه در بسیار زیبا بود. کی خونده بود؟ خدا بگو شما روش نمیتونی. من الان میدونم جوابش میگه که آن چیست که چیستانه من میروم و او میماند. اون که رفته معرفت چی؟ سایه چیزایی بلد بودی ولی اونم باهات میاد، سایه هم میاد. رزی آن چیست من میروم او میماند. خاطره رد پا. آجی دیگه 3 دکان تو در تو، اولی چرم فروش، دومی پرده فروش، سومی یا قوت فروش. چی میگه داشت؟ 3 دکان تو در تو، اولی چرم فروش، دومی پرده فروش، سومی یاقوت فروش. خب چیه؟ باش فلسفی سوالا تاثیر گذار بیا پایین. ساعت 2 اما آن چیز که با گریستن آسمان اشکان روا میشه. ناودون. حالا گفتی ناودون. آقا خدا وکیلی از کجا آقا یه چیز بگم. الان گفتی ناودون، رسول جدا حالا از شروع گذاشته هیچ وقت هیچ معمایی برات نیست. راه بنده خدا گم بدیم گمش نمیگم باید دست شما ببوسم. بعد ناودون ظرفشو بزنم. نه می‌خواستم اینو بهت بگم که میگن که یه زمان محافظ جون آدما بود، از این لحاظ که مثلا آهنی بود، بعضیشون سفالی بودن، بعضیشون آهنی بودن. یادتون بیاد بگید از جن محافظت می‌کرد، یعنی نمیذاش بیاد سمت آدم. آره قدیم اصلا آهن کلا یه چی بوده، مثلا تو روستا هر کی یه دونه مثلا ننه بزرگا یه اصلا یکی بود میلگرد مثلا با خودش می‌برد. نه ولی تیرا عجیبه میزنن. واقعا حرف دقیق منطقی نیست. میگه آره غلط هست. نه دیگه الان خب دیگه ببین تو شهر و اینا کجا میرن یه چیزی بگم، یه خاطره رفیقم داشت تعریف می‌کرد از همون نمره. اکثرشون ضد آهن شدن. میگه که من رفتم تو همون نمره شهرستان. میگه که من رفتم تو همون نمره تو شهرستان کار می‌کرد. رفیق خود من میگه من شبا میرفتم بعد اینکه میگه 2 سال تو همومه میرفتم میگه یه شب رفتم و فلان بیسار. این بنده خدایی که اصلا اونجا کار میکنم یه برگشت گفت که آقا من دارم میرم، خود اینجا در رو ببنده مثلا کسی نیست، یه راحت مثلا دوشتو بگیر و بیا بود. میگه گذشت من داخل همون بودم، چشام کف داشت. یه دفعه یکی دیدم از پشت برگشت گفت که بشونم پشت تو. میگفتم که همون برگشتی زحمتت میشه. یه شست و فلان و مثال از نرفون میگه آبم روی سر صورتم شست، میگه برگشتم تو میشکی نیست. میگه فکر کردم بنده خدا گذاشته رفته. یه رفتم لباسامو پوشیدم و فلان و مثال از نرفون.
یه رفتن دیدم معمولش اصلا جلو در میگه گفتم من یه داخل نبود میگه نه بس کی داخله گفت هیچی یه گذشت رو یه سری بعدی رفتم بازم میگه اصلا نمیدونستم چه موازنم یه سری بعدی رفتم بازم همین اتفاق افتاد میگه یکی برگشت پشتم اینطوری زد گفت بشورم میگه دیگه سریع دست نمیخوام چشام تنیسی هم نگاه کردم هیچ کی نیست یا هر چقدر گشتم دیدم هیچ کی نیست یه رفتم دوباره نشستم اونجا بازم بشونم خودمو دیدم بازم میگه بشونم میگه برگشتم دیدم سومه دیدم دو تا سوم پشتمه میگه فقط پا رو دیدم میومدم بالا دیدم هیچ کی نیست این سوم من چند دفعه حاجی میذار این تاریخ خاطران تعریف دو تا جون من میشه بده تعریف کنم باحاله نه سرویس من این چیزا میترسم بعد ساعتم 2 بیخیال ما دارم واسه میشرف کرد بگو دیگه بابا حالا من میذارم بگو خوب بگو یا اول حاجی یا اول من تو سرویس عرضه رو دادیم تقاضاش بود بس حرفشو زدیم اومد بسم الله الرحمن الرحیم بیا بشین بیا بش برو مقام بشین یکی بشین کنار یکی بشین کنار صدا یا اول فقط بابا نترس چیزی نیست به انداز شمشیر دهن سرویس میگم بابا من اینجا میترسم چیزی نیست بشین ولی فکر کنم یک داره اذیتمون میکنه حاجی آره موضوع اصلا دیگه نگاه میداش نه بشین بشین حامد داره میبینی یا حامد ببند در رو حامد بعد حامد کیه یا حاجی سویچ من رو ادامه بدم نه بابا بشین جون بشین من با حسب چی می‌ترسی بابا سویچ من هرچی بیرون اینا بابا من لامستم من میترسم بشین آقا بس کن بشین سویچ من کو بشین سویچ یا اول یا اول میمونه چیه یا اول صدا حیوونه میمونه داداش مرتضی خدا وکیلی من میترسم بیا من قلبم ترس ضعیفه نداره که بابا قلبم دیدی یا بابا هیچی نیست بابا الان سگه داره پارس میکنه حیوانیه داداش بشین یا بشین الان زنگ جمعه بزنم بزنید سریع. خورده به شیشه میشه داداش بشین بابا جون من مرتضی بشین، نوچستم بشین. سویچ منو بده خب بشین. آقا جون من باشه، جون من بشین. جون من اوکی، داداش، جون من جون من بشین داداش نترسیدم واسه بیا سویچ منو بده سویچ منو آقا حاجی بابا ترس نداره که بابا چی تر آقا من بشین آقا من میترسم میگم حامد حامد جان من اینجوری نکن نه سویچ یکی آقا هست یا نترس اون چی رو نگاه میکنه اونجا؟ اون چی داره نگاه میکنه؟ حامد یا بابا نترس بابا من نمیتونم حامد خدا وکیلی یکی رد شد به قرآن یکی رد شد نه بشین آقا میگم یکی رد شد یا اول فصل یا اول عجب گوی خوردم عجب گوی خوردم مرتضی کومودا داره تکون میخوره مرتضی خونه چه داره تو میخوره؟ یا بابا نچی نه هیچی نیست یا بشین بشین مهدی بیا بشین بیا اینجا نترس بیا باش بیا اینجا بیا بشین ما چی شد؟ بیا بشین بیا نترس از چی میترسی آخه حامد بیا حامد چیزی ببین حامد کجاست برمو بزنه برمو کی زد آقا بگم فیوس بریده حامد سویچ من میدی حامد بابا بشین دیگه الان
بشین آجی نه بشین سرویس چیه اینا؟ بشین حالا هر چیه بشین دیگه با من کاری نداری نمیخورن چیه یا من نمیتونم تکون بخورم. ببین به هر با کی زده هر با کی زده ایوا بشین آجی من بشین بیا بشین بالا برای چه اینجا رد شده اینجا من خدا وکیل بشین خودم بابا، بودم بابا، ترس نداره که بشین. بشین باد آقا کمون چه داداش یه دقیقه سویچ هم هوا بشین گوش بده هوا آقا، بشین آقا، کار دارم. بشین دیگه هوا طوفانی هیچ چیز بشین بشین چی نیست بشین هیچ چی نیست بابا ترس نداره بشین کموده چه باز شد کموده شوخی بود امین شوخی بود امین دوربین مخفیه امین دوربین مخفیه اینا دوربین دستم اینا شوخی بود برو بیارش ترسی پا برهنم بابا من خودم پا برهنم ما بودیم سنگ میزدیم بنده خدا ترسی بابا گفتم شوخی نکنیم ما امین بیا بابا ترسوندنم حدی داره برو بگیر برو اونجا بگیر اون اولش گفت که من میترسم آوردیش برو ترسید بنده خدا یا آب بیار یکی لیوان آب بیار بابا برو جمع کن دیگه یه لیوان یکی آب بیاره خب آب بیار من بودم بابا رنگی شده جت یکی آب بیاره الان میارم همین ببخش همین داداش شرمنده تو رو برو بابا بچه رنگوش پرید بابا یکی میگم یه لیوان آب بیار بابا قطع کن تو هم دیگه میگم بخور حالت بابا زبونش بند اومده جانم بنده بخور تو رو قربان بابا سویچ بابا چی این میگه حالا آخه بخور. یه حضری میگه آب بخور اوکی داش اوکی من این بچه‌ها 100 بار میگم چه شوخی نکنین ببخش نمیدونستم من میدم زبون سویچو میدم برسه خودم میبرم میرسونم داش اوکی خودم بریم داخل بریم همین داخل داداش من بودم به خدا آشه دیگه برو اون ور دیگه بابا من بریم داخل شوخی می‌خواستیم بکنیم با در بچه‌ها دقیقه بشینید سویچ نمی‌خواستیم اینجوری شه داداش بیا چیزی نشده که برو چیزیش نشه من بازی بود داداش غلطی کردم به حرف شما گوش دادم 100 بار بچه‌ها میبرن بابا گفتم یه اندازی ای بر گفتم